سلام. رویدادهای اخیر بریلیا و مسکو نشان داد که سیاست مهاجرت روسیه با بحران روبرو شده است. با نظرداشت این بحران آیا ما می توانیم بگوییم که چشم پوشی مقامات مهاجرت روسیه از مشکل مهاجران، پای نهادن آنها بیرون از چهارچوبه قانون و قراردادهای موجوده با کشورهای دیگر و همچنین تحقیر و فشار به مهاجران می تواند زمینه آن باشد؟ برای دریافت این پاسخ ما با برنامه‌مان از شهر مسکو عبدالمجید سرخاکوف، کارمند اتحادیه های صنفی یا پرافسایوز مهاجران کشورهای مشترک المنافع، ابوبکر فیضلی، روزنامه‌نگار و مهاجری کاری که 6 سال پیش به روسیه از تاجیکستان مهاجرت کردند و حال در جای کار نمی‌کنند دعوت کردیم. و سوال نخست به شما آقای سرخاکوف عبدالمجید، شما نظرتان چی هست؟ مشکلی که حالا با سیاست مهاجرت روسیه پیش آمده است چی هست؟ ریشه های آن از کجا برمی آید؟ آخرونه که در شهر مسکو صادر شده بودن یا که به عمل آمدگی بودن و فکر من اینه که از به اهمیتی اون کارفرمایانی هستند که اون ربط داتل کارفرمایانی هستند که مهاجران مهنتی رو به جای کار میگیرند و آنها رو از روی نقطه نظر قانون‌هایی که وابسته به مهاجرت مهنتی وابسته به مسئله میگراسیون داخل دارند به ترتیب نمیدارند و در چارچوبه قانون آنها رو قبول کرده و کار قبول نمیکنند. این یکی از آن سبب‌های است که آنها نمیخواهند که خودی کارفرماها نمیخواهند که با یک ترتیب قانونی در آوردن مهاجرت مهنتی باشد. این برای آنها چه خیلی که ما خودتون میدونید، ما هم میدونید، در سالهای چند سالی تجربه کاری دیده بر آمدیم. از اون سبب آنها نمیخواهند رو با چارچوبه قانون ترتیب در آوردن مهاجرت مهنتی رو خودی کارفرمایی که مهاجران مهنتی رو با کار میگیرن، چون که آنها چه خیلی که میگویند درآمد زیاد میگیرن از حساب مهاجران مهنتی که غیر قانونی در اون جایهای کارهای آنها در اون ساختمان ها کار میکنن و درآمد زیاد به دست میگیرن. برای همین بیان نمیخواهند که به ترتیب قانونی و کار قبول کنن مهاجران مهنتی رو و در اساس چارچوبه قانون عمل کنن. بله آقای عبدالمجید، من میخواستم از ابوبکر فیضلی هم همین سوال را بپرسم که به نظر شما چرا وضع به همین مرحله رسیده است و چرا اونگونه که آقای عبدالمجید میگویند کارفرمایان نمیخواهند با مهاجران کاری قرارداد دهند؟ سببش چی هست؟ عامل اساسی به چنین وضع و چنین درجه آمدن این وضع آن است که خود مقامات روسیه برای این کار هوسمند نیست. برای که ببینید اونها به جای آنکه سبب‌های چنین وضع را پیگیری کنند، به نتیجه‌های آن و برطرف کردن نتیجه‌های آن تمام نیرو را سفربر می‌کنند. یعنی تا همین حال ما نشنیدیم که یگان کار دهنده چطور همصحبت دیگری ما گفتند مجازات شده باشد. بله ببینید، شما فکر نمی کنید که به هر حال در پس این گونه ناآرامی ها و اعتراض هایی که بر ضد مهاجرت در روسیه می شود خودی کارفرمایان قرار دارند و در پس آنها مقامات انتظامی هستند و دست های هست که در میان نمیدونم ملتگراها یا اونانی که به آشوب برمیخیزند توسط اون دست ها این گونه ناآرامی ها را اداره میکنند؟ شاید این هم باشد، اما از جهت اون که کارفرما به نهایت منافع بیشتر میگیرد از آنکه مهاجر یگان حقوق ندارد و حقوقهای خود را پیاده کردن نمیتواند. و آن شرط و شرایطی که امروز در روسیه برای کارمند یا که مهاجر مهنتی فراهم است، میتوان گفت که اکثری کاردهنده ها ربط یا که علاقه دارند با مسئولین بگیم که وکالتدار یا که بلندپایه روسیه. بله. شرکت هایی که گوییم که شرکت های بزرگی که با یگان راهبر یا یگان مقامات روسیه ربط نداشته باشند و از همین جهت اونها منفعتدار نیستند که جهت قانونی یا که جهت گوییم که رسمی با کار فراگیری مهاجرین را راه اندازی کنند. و شما معلوم است که از تاجیکستان مهاجران زیادی کاری در روسیه کار میکنند و یکی از نظرپرسی های اخیر نشان داد که از هر دو عائله تقریبا یک نفر مهاجری کاری در روسیه
کار و اقامت میکند و همه آنها بعد از حادثه های بیرلو و مسکو ممکن است از سرنوشت آینده نزدیکان خود، بستگان خود نگران یا خواطر شده باشند. برای همین نظری ساکنان شهر دوشنبه را همکاران ما در دوشنبه گیرد آوردند و یک نوار با ما فرستادند. من از شما دعوت میکنم این نوار را با هم ببینیم، سپس صحبتمون را ادامه میدهیم. برادر من، دمود من، باز شوی خواهر من سوریه. چی کار میکنم؟ همین را بوچکی. من پسر من روسیه ده، یک پسرم 3 تا بودن، 2 تاش فریاد کردم برای اینکه به روسیه میشود زندگی. 2 بچه‌م در اینجا، یعنی چیم روسیه ده همینجا کار کرده استاده، شکر به خدا زندگی ده همینجا میرسد. یک تا پسری من در مسکو 15 سال شد. 15 سال شد. کار میکنه تاکسیست. دوداری مو یک چند روز پیش از میگراتسیا یعنی از روسیه برگشت اومد. گفت که بسیار گفت احوال مو تنگ است. گفت تو حتی مثلا شما میتونید که همسایه خود رو روید مثلا حجتاش رو تفتیش کنید. حتی شما یگون در یگون کارخانه چی کار نکرده میتونید تفتیش کنید. بچه‌ها متفق نیستن برای پراکنده که هستن. برای میگم شما میتونید اتفاق باشن. بوجه پاسوس فصل کمیسیون مسئله درستی کنه. این کاری خوب نشده است که این کار شده از زمانه، لیکن عیبی بچهای ما نیست. عیبی تماما دیگر آدم‌ها. همه ایمیگرانت، همش موجی، همش سران یخل عذاب میکشن. خوب میمانان ارجمند، ما نوار را دیدیم و نظر ساکنان را هم در این باره شنیدیم و ما میدانیم که در مسکو گهگاه ملتگراها یا ناسیونالیست ها و یا سکین هید ها بر ضد مهاجران کاری برمیخیزند و اگر شما هم مشاهده کرده باشید در گذشته ها اگر ملتگراها بر ضد مهاجرت و مهاجرین اعتراض میکردند، مردم محلی در پس مهاجرین قرار میگرفتند، یعنی خیرخواه آنها بودند و از آنها جانبداری میکردند. ولی در رویدادهای اخیری که در بیرلو رخ داد ما مشاهده کردیم که مردم محلی جنوب مسکو با ملتگراها همراه شدند، با سکین هید ها همراه شدند. دیگر اونها نسبت به مهاجرین خیرخواه نبودند. اکثریت سیاستمداران حکومت روسیه اکثر شهروندانی هستند که از این وضع روزه استفاده برده مردم رو با معلومات‌های بردرود خود بر ضد مهاجران مهنتی پیش تیار میکنند. ببینید آقای ابوبکر، شما فکر نمیکنید که با همین راه ها، یعنی سازمان دادن همین گونه آشوب ها، هم مقامات و هم شخصانی که میخوان از این منفعت بردارند چشم مهاجران را ترسانند؟ ببینید خودی قانونگذاری روسیه تمام مهاجرین را مجبور میکند، اجازت میدهد نه مجبور میکند که غیر قانونی کار کنند. مثلا ببینید برای یک گرفتن طور همصحبت دیگری ما اکاد مجید گفتن، برای گرفتن یک اجازتنامه کار برای حدود 9 یا 10 ماه یا که 9 ماه حاضر مهاجر کاری 29-35 هزار روبل روسی میدهد. بله. حدود 1100 دلار روسی دلار آمریکایی مبلغ میدهد. اصلا مبلغ اصلی این اجازتنامه این قدر نیست. بله. و سوال من دیگر بود که میخواستم شما بگویید که آیا با تشکیل همین گونه ناآرامی ها هدفشان ترساندن مهاجرین نیست؟ پیش از همه هدفشان ترساندن مهاجرین نیست. من فکر میکنم که هدف سیاستمداران روسیه، اصلا من فکر میکنم که همین با وجود آمدن همین نیافاشیستی و گروه های دیگری که ضد مهاجرین مبارزه میبرند، این یک جزئی پوشیده سیاست خود روسیه است. نه فقط ترساندن مهاجرین، این یک نمودی استثمار مهاجرین و اونها رو مجبور کردن و از اونها ستاندن هر گونه حق است. ببینید فکر نمیکنید که اونها نمیتوانند در چهارچوبه قانون نظم را نگاه دارند و از این راه ها مثلا برخورد میکنند با مهاجرین؟ یعنی دقت مردم از مسائل دیگری مهمی روسیه بر روی مهاجرین میکشند. یعنی همه حاضر دقت تمام مردم روسیه به مهاجرین نگرانده شده است. یگان مسئله اقتصاد، مسئله سیاست، حقوق های آنها، تامینات اجتماعی آنها به نظر گرفته نمیشود. حاضر سراپا گپ سری مهاجرین است، دیگر موضوع نیست. یعنی از موضوع اساسی، از مشکلات اساسی بیرون بردنی نظر مردم، دقت مردم به روی سوی مهاجرین است. یعنی حاضر به قول در روسیه همین خیلی گپ است که مهاجرین به یک چاه طلایی، زلاتای دنیا تبدیل یافتند که
کسی خواهد به اون دست میزند و چقدر خواهد پول میگیرد. برای کی به این چای طلایی تبدیل یافتند؟ برای مقامات انتظامی، کدامی که در سر قدرت است مشت بالای سری مهاجر میزنند و دست به کیسه اون. بله، میخواستم آقای عبدالمجید هم در این باره نظر خودشان را بگویند. اگر این روز برای فدراسیون روسیه مهاجرین مهنتی اگر که لازم باشد برای کار کردن، باید که خودی اون مونیگی و اون کوتاهایی که پیشنهاد کردگی است و قبول کرده است اینها رو باید برهم دید. من نخواستم یک چیزی اضافه کنم. در همین موضوع من میخواستم سهم وسایل اخباری عامه روسیه رو، برخی از آنها، نمیتونیم بگیم همشون نامبر کنم، خیلی منفعت‌دار هستن که چهره ما را سیاه کنن، چهره ما را سیاه نشان دهن از اونی که ما نیستیم و خصوصا چهره مهاجری تاجیک. ببینید تمام اصلا کشورهای آسیای مرکزی با فکرم که از پایان دوم یا که یکم ایستاد خدمت تعداد مهاجرین تاجیک در روسیه، اما همه راهرو، همه مشکل بالای سری مهاجر تاجیک میاد تا هویت اون انیق میشد، اگه در تمام رسانه‌های خبری اون تاجیک معرفی میشه. چی باید کرد که مهاجری کاری تاجیک یا عموما مهاجران کاری خارجی در روسیه زیر تحقیر، زیر فشار نروند، از همین گونه آشوب‌ها ضرر نبینند؟ چی باید کرد؟ سراول میخواستم که شاید حکومت تاجیکستان در این باره قید کنم که در این جهت قدم‌های زده ایستاده است، اما خیلی ناکفایه. باید سراول برای حمایت هر یک مهاجری خود تاجیکستان، حکومت تاجیکستان، مقامات وقت تاجیکستان صدا بلند کنند و همچنین پیشنهادهای جدی پیش روسیه بمانند. بله، و میخواستم از آقای عبدالمجید هم بپرسم، چون شما درباره حیات مهاجرین، فعالیتشان در روسیه تحقیقات انجام دادید، خود مهاجرین از جانب خود باید چی کار کنند که با اشتباه راه ندهند، زیر تحقیر و فشار نروند؟ مهاجران مهنتی که از جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه کار می‌بینند، یکم پیش از اومدن 10 مرتبه فکر کنند بعد سفر کنند. دوم، وقتی که به فدراسیون روسیه می‌بینند، وقتی که از نقطه سرحدی فدراسیون روسیه می‌گذرند، من خواهش میکنم که قانون‌های ایروزه مهاجرین مهنتی که فدراسیون روسیه قبول کرده، قانون‌های امروزی که وابسته به مسائل میگراسیون دخل دارند اجرا کنند. پیش در حقیقت درست گفت همصحبت پیشینه ما، سالهای پیش 4-5 سال پیش اکثریت مهاجران ما با ترتیب برای به قید گرفتن امکان اهمیت نمیدادند، برای اجازه‌نامه کاری گرفتن اهمیت نمیدادند، برای پاتنت گرفتن. من همین گفتنی هستم که خودشون رو در چارچوبه قانونی که این روز مهاجرت مهنتی و که مسائل میگراسیون به ترتیب در آورده است، البته سری وقت خودشون رو به قید مانند، از قفای کار شوند، سری وقت خودشون برای لگالیزاسیون، برای به ترتیب در آوردن کوشش کنند. دوم، سوم این که پیش از وقتی که با فدراسیون روسیه میبیان برای کار کردن، من خواهش میکنم که از پیش خودشون هوایی خسته نبیان. پیش از آن که به این جمله این روز حکومت جمهوری تاجیکستان باید کوشش کند که بین دولت فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان، بعضی بین کارخانه‌های فدراسیون روسیه تاجیکستان و خودش حکومت جمهوری تاجیکستان در بین وزارتی باشد یا که بین کارخانه‌ای باشد، سازشنامه‌ای قبول کنند که برای پورا یا که با یک ترتیب معین شهروندان جمهوری تاجیکستان رو با فدراسیون روسیه به کار دعوت کنند. تشکر آقای عبدالمجید. با همین سخنان صحبتمان را به پایان میبریم و یادآوری میکنم که در برنامه ما از شهر مسکو عبدالمجید سرخکوف، کارمند اتحادیه های صنفی مهاجران کاری کشورهای مشترک المنافع و ابوبکر فیضلی، روزنامه‌نگار و مهاجری تاجیک شرکت داشتند. تشکر برای شرکتتان. خداحافظ.